بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم برادران اکرام. آخر وقت در عالم اینترنت همین خیلی یک موضوع ها را پهن کرسیم که اساس همون موضوع ما خواهیم که به هوای ثواب گیریم، لیکن نمیدانیم که همون موضوعی که ما پهن میکنیم اصلا در نقطه نظر اسلام کار ثواب است یا کار گناه. دیروز در اینترنت دیدیم، خواندیم که یک انسان می نویسد فلان سنه رمضان می درآید. این خلاصه خبر را به دیگه ها پهن کنید. گویا میگوید که کدام انسان در آمدن ماه رمضان را به دیگه ها خوش خبر رساند، برای جسم آن دوزخ حرام میشد گفته از آن پیغمبر خدا یک سخن را میخواند. اصلاش مومن آدم به در آمدن ماه رمضان خرسند می شود و بر آمدن ماه رمضان محزون می شود، لیکن این چیز یا این حال به هیچ کس حق ندارد که یک نعمت را برای پهن کردنش برای و انسان مکافات شود. این خیلی فتنه ها، این خیلی خبرهایی که ما بین مسلمان ها ده نسبت دین مبینشان برای قلب انسان ده یک شک شبهه حاصل کردن پهن کرده میشدگی از طرف فتنه گار انسان ها، از طرف دشمنان مسلمان ها تشکیل شدگی از کارها. مثل همین پیشتر همین خیلی سخن ها بود که یک گوید را نوشته همین را به 10 انسان یا به 100 انسان گسیل کن، البته یک نیکی میبینی، اگر گسیل نکنی یک بعده میبینی. گفته تبیح داده ترسانده پهن میکرده که سخن هایم بود. این خیلی چیزها برای مسلمان انسان را از دین خودش دلش ماناندن به من پهن کردم و همون وعده شدگی نیکی نآمد. گفته مسلمان آدم درباره دین خودش شبهه میرود. همین شبهه برای انسان را، مسلمانان را خواستگی انسان ها همین خیلی از نام شریعت کارهای میکنن. باید حالکی که ما در همه جاها هر خیلی سخن ها را میخوانیم اولا با ترازی عقل برکشیم. اگر عقل ما ناقصی کند، انسان هایی که از همین حال همین علم با خبرن از همه انسان ها مصلحت گیریم. هر خیل چیزها را به هر خیل جاها که پهن کردن بلکه جای ثواب به گناه گرفتن ممکن. برای همین برادرها هر یک چیزنده علم به حکمت سخن کردن و پروردگار توفیق دهد.